سلام به همه، خوش اومدید به کانال ما. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت ببرید. قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم حتما سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو بزنید. خب داستان اسلایندر من در ابتدا به صورت یک افسانه بود، ولی بعدها کم کم بحثش جدی شد. داستان از جایی جدی شد که یک مسابقه فتوشاپ برگزار شد که موضوعش این مرد یعنی اسلایندر من بود. تو این مسابقه چندین عکس به طور ناشناس ارسال شد که بر فتوشاپ بودن یا نبودنشون شک به وجود اومده بود. و پس از مطالعه های بسیار دقیق بر روی عکس ها معلوم شد که فتوشاپ نیستن و عکس ها از دور مسابقه حذف شدن. بعد از مسابقه دوباره عکس ها مورد بررسی قرار میدن تا میفهمن که این عکس ها نه تنها فتوشاپ نیست، بلکه تمام کسانی که در این عکس ها حضور داشتن یا گم شدن یا به طرز وحشتناکی کشته و یا سلاخی شدن. این یکی از اون عکس هاست و به دلیل قدیمی بودن خیلی واضح نیست. خب الان برای شما سوال به وجود میاد که اسلایندر من کیه؟ اسلایندر من تا الان بهترین قتل‌های جهان رو به نام خودش کرده، اما اینکه کی میخواد قربانی ها رو بکشد کسی خبر نداره. اسلایندر من چهره محفوظ دارد و قدی بلند با یک کت و شلوار مشکی و اندامی لاغر. هیچ کس تاکنون موفق به دیدن اسلایندر من نبوده که زنده بمونه. او تاکنون 100 میلیون قربانی رو کشته. دو قتل آخر مربوط به جمعی از کودکان و 2 خبرنگار بوده است. 2 خبرنگار جوان که برای جمع‌آوری اطلاعات دست به هر کاری میزنند در جنگل محاکمه شدند. سام واکر، افسر پلیس قدیمی FBI، گزارش داد 2 خبرنگار که به دنبال اطلاعات از اسلایندر من بودند به دست اسلایندر من محاکمه شدند. این 2 خبرنگار با پخش آنلاین به داخل خانه اریک رفتند و وقتی به اسلایندر من برخوردند کشته شدند و جنازه های آنها که با طناب از درخت آویزان شده بود پیدا شد. جالب اینجاست که روی لباس 2 خبرنگار با خون نوشته شده بود Be silent، یعنی ساکت باشید. خیلی ها اعتقاد دارن اسلایندر من روح اریک است و بعضی ها هم میگوین او یک فرد عادی است که ماسک میزند و بعضی هم اعتقاد دارن که اون فرستاده زمان است. لابد میپرسید اریک کیه؟ الان واسهتون توضیح میدم. چندین دهه پیش اریک جیسون یک خانه بزرگ در وسط جنگل خریداری کرد. اریک و همسرش خوشحال بودند تا اینکه یک روز همسر اریک با وحشت از خانه فرار میکنند. اریک که بسیار به همسر خود علاقه‌مند بود به دنبال او رفت. همسر اریک بعد از فرار از جنگل به یکی از رهگذران اطلاعاتی از شوهرش میدهند و او را یک قاتل روانی خطاب میکنند. اما اریک و همسرش و حتی رهگذر فردای آن روز فوت کردند. خانه‌ای که اریک و همسرش در آن از عشق میگفتند اکنون پر از تارعنکبوت و جنازه شده است. یک افسانه آلمانی وجود دارد به اسم مرد قلمی. مرد قلمی جزو از افسانه‌های کهن آلمان است. مرد قلمی فردی است با عنوان یک قاتل کت و شلوار پوش که صورت وی عاری از هر گونه برآمدگی است. هدف این قاتل مرموز فقط بچه‌ها است. وی بر روی مغز آن کودکان کار می‌کند و آنها را دچار پارانویا یعنی بدبینی و بیخوابی می‌کند که بعد از مدتی کودکان را به جنگل کشانده و آنها را به فجیع‌ترین شکل ممکن به قتل می‌رساند. این دختر بچه 13 ساله وقتی از خونه میره بیرون دیگه هیچ وقت بر نمیگرده و جزو گم شده ها بوده تا اینکه بعد از 3 ماه به وسیله یک دوربین از جنگل فیلم و از خودش عکس میگیره و با پرتاب آن فیلم به داخل جاده این فیلم به دست یه بنده خدایی که از اون جاده رد میشده میرسه و اون فرد بعد از دیدن این فیلم اون رو داخل یوتیوب آپلود میکنه. اما بعد از 24 ساعت فیلم از داخل یوتیوب پاک میشه. چند ماه بعد جنازه این دختر بچه در جنگل پیدا میشه که به طرز وحشتناکی به قتل رسیده بود و متاسفانه آخرین قتل اسلایندر من نبود. گزارش رسمی پلیس راهنمای و رانندگی برلین میگه چیزایی که دوربین‌های مداربسته خیابون‌هاشون ثبت کردن در 3 ماه گذشته 18 کودک مشاهده شدند. چیزایی که دوربین‌های مداربسته خیابون‌هاشون ثبت کردن در 3 ماه گذشته 18 کودک مشاهده شدند که با لباس خواب با عبور از خیابان به سمت جنگل‌های جنوب غربی رفتند که هیچ یک از این 18 کودک ذکر شده به خانه باز نگشتند و جزو افراد گم شده به حساب میان.
و یکی دیگه از قربانی‌هاش دختر بچه‌ای به نام جسیکا بود که فقط 6 سال داشت. پدر جسیکا در این مورد گفته 2 هفته پیش قرار بود که جسیکا رو به جشن تولد یکی از دوستانش ببره. در جشن همه چی خوب بود و در اونجا چندین عکس هم گرفتیم. شب که به خانه برگشتیم جسیکا دچار بیخوابی شده بود، اما مثل همیشه نبود. نه کابوسی دیده بود نه از چیزی میترسید، بلکه فقط چشماش باز بود. ساعت 3 صبح بود که اومد اتاق ما و گفت که نمیتونه بخوابه و طبق معمول هم ما اون رو روی تختمون خوابوندیم. اما مسئله این بود که اون نتونست تا صبح بخوابه و چشماش باز بود. این قضیه تا چند روز بعد ادامه داشت و حتی جسیکا کم حرفتر هم شده بود. اما 2 شب پیش دیگه حتی غذا هم نمیخورد و حرفهای نامربوط میزد. ولی اواخر شب یهو حالش خوب شد و شروع کرد به ورجه برجه کردن و اصرار داشت که سر جای خودش بخوابه و همینطور هم شد. اما ساعت 4 صبح بود که متوجه شدم در خونه بازه و وقتی رفتم به جسیکا سر بزنم دیدم جسیکا نیست و رفته. من به پلیس خبر دادم و امروز هم که خبر قتل اون منتشر شده. خب بچه‌ها، امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. نظر خودتون رو داخل کامنت ها بهم بگید و اگر از ویدیو خوشتون اومد بهم بگید که پارت 2 هم بسازم. سابسکرایب فراموش نشه و زنگوله کنارش رو هم بزنید. لایک هم بکنید، یه دکمه است دیگه کلا بزنید، به من خیلی انرژی میده. ممنون که ویدیو رو نگاه کردید تا آخر. تا ویدیوی دیگر، بدرود.